السلام علیکم تماشابینان عزیز. حالا ما در حاشیه کنفرانسی سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌خواهیم یک مصاحبه با یکی از حقوق‌شناسان ورزیده کشور و اپای معظم قادری رو و یک مصاحبه داشته باشیم. ایشان تجربه وکیل دفاع بودن رو هم دارند و توسط ایشان صدها نفر شهروندانی که مشکلات حقوقی داشتن حقوقشان حفظ شده است، یعنی نفری هستند که نبض حقوقی جامعه در دستشان است. و پیش از همه به شما تماشابینان عزیز اطلاع من این است که حتما صحبت ما هم حقوقی خواهد بود و اطراف حقوق انسان با اپای معظم صحبت خواهیم کرد. بله. سلامت باشید و خوش آمدید. سلام علیکم شوکت جان و سلام علیکم به بینندگان برنامه شما. بسیار خوشحال هستم که اول با شما واخوردم. خیلیت همین OBS هست هم با هم وا میخوریم و کمتر باشد هم درباره حقوق انسان همین بررسی میکنیم موضوع ها رو. حاضر پیشتر وقتی واخوری با اپای معظمه گفتیم که همین سازمان امنیت و همکاری اروپا یک ثواب کلان میگیرد که همین خوبی دارد، همین قدر خوبی دارد که ما تاجیکان وقتی اینجا میگوییم از دیدار همدیگر به دیدار همدیگر میرسیم و همدیگر رو میبینیم، احوال پرسی میکنیم. حالا سال گذشته که من اولین مرتبه به کنفرانسی ارزش‌های انسانی و دموکراتی سازمان امنیت و همکاری اروپا آمده بودم، اون سال هم شما رو دیده بودم و طبق اون چیزی که من با خبر شدم این بود که شما تجربه یک چند سال در این کنفرانس شرکت کردن دارید و حالا باز هم شما رو میبینم. لیکن این سال کمتره، این سال کمتر واخوردیم. بله. کمتر. حالا به چی امید امسال در سازمان در کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت میکنید؟ امسال به چی امید؟ سوالاتون خیلی چه گویم، سوالاتون مشکل‌تر کمتر. البته 6 سال اگر خطا نکنم 6 سال 7 سال من در کنفرانس اشتراک میکنم، بیشتر کمی کمش 10 روز اشتراک کرده باشم و قریب که در همه روز پیشتر بود. امسال باشد کمتر فعال نیستم نسبتاً به پیش. من همیشه فعال هستم. چرا؟ در همین سال کمتر فعال نیستم. از یک طرف بسیار مصروف هستم با کار خود باید به کار روم. با این مصروف هستم یک معمای کلان دارم. همین کار یعنی که از کار جواب گرفتن نمیتونم، نه همه وقت فرصت پیدا کردن نمیتونم. دوم معما اون است که اینقدر درستی گفت شوکت جان، همین سال اینقدر خواهش اشتراک کردن هم نداشتم، لیکن به هر حال اشتراک میکنم. اگر که من اشتراک نکنم میکفم، نه میکفم پر شده که است. بله، یعنی باید اشتراک کنم. این کنفرانس جایی هست که باید دلها خالی شود. باید دلها خالی شود. من بعضا شوخی میکنم یک جایی هست که مثل اونی که در تاجیکستان مثلا گریم عمه داری، خاله داری، بله میرمی، بابا داری، مامی داری، میری دلت رو خالی میکنی، دلت رو خالی میکنی. سازمان امنیت و همکاری اروپا برای ما با این کنفرانسش همین فونکسیون رو اجرا میکنه. برای مخالفان تاجیک مخصوصا همین فونکسیون رو اجرا میکند. میبینیم دل ما خالی میکنه. من چه میگم، یعنی که کنفرانس اشتراک کردن در همین کنفرانس البته دل ما خالی میکنیم. ما مشکلات پرابلم‌های خیلی کلان اوید حقوق داریم، نه تنها اوید حقوق، ما اوید ملکیت تاجیک فینانسی پرابلم، یعنی که حقوقی خیلی پرابلم بسیار در عموم. باید که ما از همون دایره یک قطره، همگی یک قطره ممکن در همین جا گوییم به گوش حقوق بشر، به گوش دیگر مردمی که خبر ندارن اون پرابلم هایی که ما در تاجیکستان داریم ما میرسونیم. اقلا همین کار رو میکنیم. بله. کمترین کار میکنیم. میبینیم در کشورهای اروپایی برپا کردن میتینگ ها، یعنی تظاهرات ها و جمعیت ها و عموما
تظاهرات‌های دست جمعی اجازه داده شده است. فکر میکنم این هم به خاطر اون اجازه است که مردم بروند یک فرصت داشتگی باشن، یک حق داشتگی باشن، هم دلشون خالی کنن، یک آرام بگیرن، حق حقوقشون از حق حقوق خود استفاده برده توانند. یعنی که در مو همین هم من کرده هستم متاسفانه که مردم اقلا روند در همون تظاهرات هایی که اشتراک کنن آزادانه رفتی روی خط رجیستراسیون کردی اشتراک کردی درست در ما همین هم برداشت که مردم دل خود رو خالی کردن نمیتونن در اینجا ما فرصت داریم که هم یک بار دو بار سه بار باشد هم دل خود رو خالی کنیم یعنی که از همون معماهای تاجیکستان برآمد کنیم به گوش دیگران رسانه لیکن به گوش حکومت ما متاسفانه که این چه به گوش خر یاسین خوندن اساس کو ما همین خیلی میگم با ما تاثیر ندارد. بله شاید اون روز تاثیر میکرده باشد. حالا وقتی میبینیم حقوق ها در تاجیکستان اینقدر پایمال هستند خیلی و انسان ها قربانی سیاست ها هستند و خیلی سنگدلانه بدون یگان اندیشه و ملاحظه هر کی را خواهند قربانی سیاست ها میکنند. در همین حال یک حالا شما تجربه زندگی در کشورهای اروپایی رو علاقه پیدا کردید. در همین حال شما چگونه تصور میکنید و که یک تاجیک یک تاجیکستانی چگونه میتواند از حقوقهای خودش دفاع کند، یعنی حق خودش رو طلب کند، یعنی به زبانش در خود کشور به زبانش چیزی رو بیارد که دلش میخواهد. کی همین فرصت در کدام حالت به میان آمدنش ممکن؟ من همیشه یک گپ رو میگویم که در برنامه شما من مثل تنگه میبرویم میگم همگی یک راه داریم. تا اون دمی که این رژیم هست در سری دولت، تا اون دمی که دیکتاتوری که رحمان عین حال تشکیل کردگی است با کلان خود تشکیل کردگی است تا همین یعنی که برطرف نکردیم این حالت رفته نمیرسد. یعنی که مردم آزادانه فکر خود رو بیان کردن نمیتونن، مردم حقوق خود رو طلب کردن نمیتونن. ما اون روز نمیبینیم. باید رژیم یگانه رو برطرف شود. اکنون سوال ممکن پیدا شد که چطور باید ما رژیم رو برطرف کنیم؟ بله. رژیم رو برای برطرف کردن برای خودم سوالی خوب گرفتم. بله. دیدید؟ ژورنالیستی خوبم هستم کم کم. دستجمع باید باشه. چی در داخل، چی در بیرون، مخالفون، غیر مخالفون باید دستجمع باشه و در اون وقت ممکن نگون برنامه داشته باشه. مهمش برنامه برطرف کردنی رژیم بعد شاید شود. یعنی برنامه عمومی برطرف برنامه کردنی. عمومی نه اینکه گروه علایده بگذار همه در پرینسیپ‌های گروهی و حزبی و سازمانی خودشون باشن مشکلی نیست. لیکن در این یک برنامه برطرف کردن رژیم یک برنامه عمومی وجود داشته باشه، برنامه همگانی وجود داشته باشه. برنامه عمومی همگانی همه در پرینسیپ‌های خود باشه هم لیکن برنامه یکتا باشه برای فقط و برطرف کردن رژیم. بله. رژیم کلان. اما حالا که ما روبروی این گونه رژیم زندگی میکنیم، با این رژیم زندگی میکنیم و این روز رو هم باید گذراند. از جهت حقوقی مردم چیکار کنند؟ همین شب و روز با آنها چی توصیه میدید؟ بیچاره مردم دلم راستی میسوزد و مردمم دلم میسوزد. شوکت جان برای موندن یک لایک 1500 نفر رو محکم کردن. درست؟ عین حال در زندان ها هستند. بله. از جمله برادری من. از جمله برادری شما. من بسیار نفر رو لایک حتی چی گناه دارد هیچ کس نمیدونه. گناه دارد، گناه ندارد، پس پنجره روان میکند این رژیم دیکتاتوری ظالم. مردم موسفیدان 80 ساله مردهشون میبراید. نه تنها موسفیدان، جوانان تو رو که محبس کردمی معده سر میشود. اما ببینید که در تاجیکستان حالا همین معده ترین، کمترین، عادی ترین، ساده ترین چیزی که یک دولت میتواند شاید با یک اگر اراده داشتگی باشد
اگر اراده پیشرفت و ترقی داشته باشد میتواند با یک فرمان همه این چیز اجرا شود. چرا قرقیزستان همسایه نگاه کنید، در قرقیزستان همسایه اینترنت سرعتش 10 برابر تاجیکستان بلند است و 10 برابر تاجیکستان ارزان است. نرخش ارزان است. و قرقیزستان همسایه چند سال، همین 5 سال 6 سال پیش به تاجیکستان پیشنهاد میکند که دست سوم شده از قرقیزستان تاجیکستان اینترنت خریداری کند. باز با وجود با یک نرخی که نرخ گرانه، خیلی ارزان. خیلی ارزان. حتی دست سوم شده. دست سوم، دست دوم هم نه، دست سوم شده. دست دوم قرقیزستان است، دست یکم خطای است. نه. چرا ما با خطای دست دوم نشویم؟ برای چی نمیتوند با خطای بخشش خیلی یک گپی از چی بدنم اومد و باینش خودداری میکنم. چرا همه کاری که قرقیزها میتوانستند دست دوم باشند، اما ما راضی میشده ایم دست سوم باشیم. توسط اینترنت خطای رو توسط قرقیز خریداری کنیم. همون هم نمیخواد خریدن. همون هم نخواستند. برای چی؟ برای اون که اینترنت رو، یعنی یک سیستم الکترونی عصر 21 رو اینها نمیخواهند که در خود داشته باشند. تهدید به جان خودشان، تهدید به منصبشان، تهدید به کرسیشان، تهدید به رژیمشان میدونن. یعنی همین مثال خودش بس است که بگوید که اینها یعنی همپای زمان خود نیستند، یعنی با زمان خود همپای نیستند، یا اینکه تفکر و قوه ذهنی همپا بودن با زمان رو ندارن. یعنی اینجا دعوای ما راست میباید که این رژیم باید از بین برود. این رژیمی که به زمان خود همپا نیست، این رژیمی که به زمان خود یعنی مطابقت نمیکنه. نگاه کنید، فرض کردیم دعوای اینها تامین امنیت کشور است. با طریق بستن اینترنت تامین دعوای امنیت، همین گپ خودش مضمون اون رو دارد که اینها یعنی همپای هم در ساحه امنیت نیست، یعنی نظارت ترتیبات جمعیتی نیست، همپای زمان نیستند. یعنی زمانه رو، عصر امروز رو، تکنولوژی عصر امروز رو تهدید به امنیت خود، خیلی امنیت بوده است که تو نمیتوانستی با همپا بودن به عصر حاضر امنیت رو تامین کرده توانی. یعنی امنیت سست است، یعنی میترسن اینها از جان خود میترسن، از گفتید درست گفتید، از کرسی خود میترسن. بستن اینترنت گویا که آنها با خائن‌ها همکاری نکنن، تروریست اکستریمیست در درون نخونک، یعنی من و شما خائن هستیم، اما آزاد صحبت کرده ایستادیم در همه تیمه، خائن‌ها هم خیلی بود است. یعنی که اینها تهدید از کرسی خود دارن، از جان خود دارن. اینها مطابق گفته شما که مطابق زمانه حاضره عصر 21 نرفته است. خطا نکنم ممکن 70 100 سال قفا موندن. حالا همین هیئت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با کورپس دیپلماتی یک کشور اروپایی ملاقات انجام دادن. آنها همین شرایطی درباره شرایط همین روزی تاجیکستان یک معلومات‌های عادی‌ترین، معلومات‌های ساده‌ترین رو ندارند. من برای چی گفته شدم که ما خیلی از پرابلم‌های گلوبالی رو در اینجا مطرح میکنیم. آیا فکر نمیکنید که اینها هم جامعه جهانی نمیدوند که در تاجیکستان حتی شرایط‌های الیمنتری، ساده‌ترین شرایط‌های فوندامنتالی وجود ندارد؟ من بیچاره مردم از کجا؟ بیچاره مردم در جامعه جهانی رو میگم. جامعه جهانی خبردار نیستن از بیشترش. شما نمی‌اندیشید که حالا وظیفه امروزی ما این است که اصلاً همین مسئله ها رو هم مطرح کنیم که کجا رسد به او مسئله های گلوبالی، حتی الیمنتری شرایط های